به خاطر بیلدای زیادی که تو مپ هاردکورمون انجام میدیم احتیاج به کلی پشم داریم. پس تو این ویدیو با 1000 تا گوسفند یکی از خفن‌ترین فارم پشمای ممکن رو میسازیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید. خب ما برای هر بیلد به یه جا احتیاج داریم دیگه. برای جای این بیلد من اینجا رو در نظر گرفتم که اندازش به کارمون میخوره، فقط یکم باید اینجا رو صاف کنیم تا مناسب کاری باشه که میخوایم انجام بدیم. الان که جای فارمو به راه کردیم وقتشه بریم سراغ جمع کردن متریال فارممون. این متریال لیست فارممونه که یه تعدادشون رو داریم، پس بریم اونایی که نداریم رو بگیریم. گراس فکر میکنم تو بیسمون داشته باشیم. آره تو چستای اینجایی داریم و کاملا هم جواب کارمون رو میده. 2700 تا ابزرور میخوایم ولی کوارتز نداریم، پس بریم تو ندر و یه تعدادی کوارتز جمع کنیم. 1100 تا پاور ریل میخواستیم، اینا رو هم پیدا کردم، پس دیگه احتیاج نیست پاور ریل بسازیم. 1100 تا شروم لایت میخوایم، فکر کنم رو درختای بایوم کریمزون فورست باشه. شروع کنیم به کندن شروم لایت ها. 900 تا وایت کانکریت میخوایم که من اینجا کانکریت پاودرش رو دارم و فقط تبدیلشون میکنیم به کانکریت. آیتم بعدی که میخوایم استیکی پیستونه، پس بریم فارم اسلایم. اینجا یه دونه فارم اسلایم داریم که یادم نمیاد تو کدوم ویدیو بود ساخته بودمش. چستای اینجا خالیه و فکر کنم اگه یه ساعت اینجا AFK کنیم اسلایمای لازممون رو میتونیم بگیریم. اینم از متریال فارممون. الان بریم با پلنک یه دایره اینجا بسازیم که قراره بیلدمون کلا تو این دایره باشه. دایرمون رو ساختیم و الان به یه تعدادی دیسپنسر احتیاج داریم که تو اون دیسپنسر ها میخوایم TNT بذاریم و اون TNT ها اینجا رو گرد برامون خالی کنه. پس الان بریم دیسپنسر ها رو بگیریم. الان من هر چی اومدم تو بیسم دارم میگردم هیچ استرینگی پیدا نمیکنم. اصلا مشکلی نیست که استرینگ نداریم، چون من از قبل یه دونه اسپانر اسپایدر پیدا کردم که میتونیم بریم اونو تبدیل به فارم اسپایدرش کنیم. اینم از فارم استرینگمون که ساختیم. با چوبای چری دیزاینش کردم که من این دیزاین رو فکر میکنم بار دوممه دارم استفاده میکنم. ما اینجا 2 تا لور داریم که اینو اگه یه بار بزنیم فارم روشن میشه و اگه یه بار بزنیم فارم خاموش میشه. حالا شاید بپرسید این یکی لور چی کار میکنه؟ این هیچ کاری نمیکنه. واقعا چیزی نبود که اینو وصل کنم بهش کار کنه. این همینجوری هست که با این یکی قرینه بشه. الان که همه استرینگامونو داریم میتونیم کمان بسازیم و بریم سراغ ساخت دیسپنسر. فقط سختیش اینه که باید دونه دونه این کمانا رو بذاریم و دیسپنسر بسازیم، یکم طول میکشه. بعد از مدت ها دیسپنسرامون رو ساختیم و الان وقتشه که بریم TNT هامون رو بسازیم. اگه درست حساب کرده باشم ما به اندازه این شالکر واکس ها گام پاودر احتیاج داریم. پس بریم تو فارم کریپرمون. این شالکر واکس ها باید کامل پر گام پاودر بشن که باید بریم AFK کنیم. بعد از 6-7 ساعت AFK بودن تمام این شالکر واکس ها پر گام پاودر شدن. ولی ما به همین تعداد سنت هم احتیاج داریم که فکر کنم داشته باشیم تو چستامون. آره تو این چستای اوشن مانیومنت سنت زیاد داریم. الان هم همه این سندها و گام پاودرایی رو که داریم رو تبدیل به TNT میکنیم. قرار محدوده‌ای که برای فارممون مشخص کردیم و چند تا دیسپنسر بذاریم و توی دیسپنسرها TNT بذاریم و بعدم با یه لور همه اون TNT ها بریزم و زمین رو سوراخ کنیم. پس بریم اون بیلد رو فارممون بسازیم. به یه تعداد زیادی هم استون احتیاج داریم که من زیاد تو مپم پیدا نکردم، بیشتر کابل استون داریم. پس کابل استون ها رو هم بریزیم توی سوپر اسملتر. الان دیگه اگه خدا بخواد همه وسیله های فارمو داریم و میتونیم بریم سراغ گذاشتن دیسپنسرها. اینم از این که حدودا با این TNT ها 50 بلاک کندیم رفتیم پایین و انقدر سریع بود که کلا توی 15-16 دقیقه این 50 بلاک رو کندیم. فقط مسئله که وجود داره اینه که من یکم محاسباتم اشتباه در اومد و الان ما 7 تا دابل چست TNT اضافی آوردیم. درسته نمیدونم با این همه TNT میشه چی کار کرد، ولی خب حداقلش اینه که تا 10 سال آینده به TNT احتیاج نداریم. گفتم این عددایی که برای TNT در میارم یه ذره غیر منطقیه ها. بریم برای ساخت فار. اینجا رو که سوراخ
سوراخ کردیم و متریال فارم هم که گرفتیم، پس میتونیم بریم سراغ ساخت فارممون. قبلش اینجا هم یه تعدادی از این شیپا آوردم که هر دفعه میام یه دونه از این شیپا رو میبرم بریدشون هم میکنم که هی بیشتر بشن، چون که به 1000 تا گوسفند احتیاج داریم. اینم از این که بالاخره بعد از 2 روز این فارمو ساختیم و تموم شد و اینجا هم شد استوریج سیستم این فارمه که میتونیم بیایم اینجا و پشمایی که لازم داریم و برداریم. اینجا 64 ردیف چست داریم که 32 ردیفش اتوماتیک مرتب میشه و 32 ردیفش هم دستی خودمون میایم آیتم توشون پر میکنیم. برای هر یه رنگ بازی 2 ردیف چست اختصاص دادم که به نظرم کافیه، بیشتر از این واقعا استفاده نمیشه چون سرعت این فارم هم خیلی زیاده. اینجا هم دکمه خاموش روشن فارمه که احتیاجی نبود دکمه خاموش روشن براش بذاریم، ولی خب چون که این فارم سرعتش خیلی زیاد شد، یعنی سرعتش به نسبت این هاپرای اینجایی خیلی زیاده، پس مجبور شدیم براش دکمه خاموش روشن بذاریم. الان بریم رو سقف اینجا رو برای دیزاین کردن اینجا بپوشونیم. برای دیزاین این فارمم وسط اون دایره میخوایم یه دونه گوسفند جب آندرلاین بذاریم و دور تا دورش رو از هر رنگ بازی یه تعدادی گوسفند بیاریم بذاریم اونجا. و اینم از دیزاین اینجا که این گوسفنده به نظرم خوب در اومده. اینم از دیزاین اینجا که بالاخره تموم شد. فقط این گوسفندای اینجایی چون خیلی زیاد بودن FPS رو کم می‌کردن، مجبور شدم یه تعدادشون رو بکشم. تمام کارهایی که تو این ویدیو داشتیم رو انجام دادیم. پس بریم سراغ زدن کامنت‌های ویدیوی قبلی. اینم از 3 تا کامنت ویدیوی قبلی، توکیو، امیر و محمد. از همتون ممنونم که برام کامنت میذارید. کامنت کلیدی این ویدیومونم ووله. تا اینجای ویدیو رو دیدیم، ویدیو رو لایک کردی، چنل رو سابسکرایب کردی؟ ای بابا نکردی که. این ویدیو رو لایک کن و چنل هم سابسکرایب کن و یه قلبم تو کامنت ها برام بذار. اینجوری خیلی بهم کمک کردی که بیشتر ویدیو بسازم. دمت گرم. بریم سراغ ادامه ویدیو. ما تو ویدیو قبلیش یه دونه توتی پیدا کردیم اینجا. اسمای خیلی زیادی بهش پیشنهاد دادید، ولی خب من اسمشو انتخاب کردم حشمت. به نظرم اسم خوبیه و بهش میاد. قشنگ روش نشسته حشمت. بریم کل کارهایی که تو این ویدیو کردیم و توی تایم لپس ببینیم.